پیسه همه چیز است و یک حقیقت است. اگر شما باور ندارید، من امروز براتون ثابت میسازم. برای ما فامیلای ما همیشه گفته پیسه نخوای ایمان بخوای، پیسه نخوای آخرت بخوای، پیسه نخوای عزت بخوای و غیره و غیره. چرا؟ به خاطر که دو علت داره. علت اولش است که ما پیسه نداریم، دومش است که طریقه پیدا کردنش نمیفهمیم. اما یک مثل داریم میگیم دستم در انگور نمیرسه و انگور ترش است. به خاطر زنمی است که همیشه برای ما میگه لطفا پیسه نخواین، یک چیز دیگه بخواین. و پیسه چی است؟ پیسه انرژی است. امینانی که در شکم شماست پیسه است، لباسی که در بدنتان است پیسه است، تخت خوابتان که شبانه با آرام یا بسیار تو مزدار خواب میشین چی است؟ پیسه است. با دیدن دوست اقاربتان میرین یا اگه سرویس موتر ترین هر چی که استفاده میکنین پیسه است. وقتی که زن میکنین پیسه، اولادتان به دنیا می پیسه، شفاخانه پیسه، جوری پیسه، ناجوری پیسه، خیرات، زکات، قربانی. وقتی که از الف تا یا پیسه است، پس چرا ما از پیسه نفرت داریم؟ همون پیسه که شما میدین برای یک نفر غلامی میکن روزانه 8 ساعت یا 10 ساعت، و این پیسه که ما گپ میزنم که میگم سرمایه گذاری کنین پیسه تان زیاد شه و یک زندگی خوب داشته باشین، هیچ کدام فرق نداره. به خاطر که شما نمیفهمین که چطور پیسه پیدا کنین، از این خاطر چی میکنین؟ بخیلی میکنین، میگن نه پیسه مهم نیست، خوشی مهم است. و پیسه به خاطر چی به درد ما میخوره؟ ما پیشم گفتیم و عالم فقط به خاطر تبادله استفاده میشه و برای ما آزادی ما را میده. اینمی ما هدفش از کدام چیز دیگه نیست. اگر شما پیسه کافی داشته باشین، ضرور نیست که وقتتان، انرژیتان یا تجربهتان برای یک نفر دیگه بفروشین. میتونین امور برای خود استفاده کنین، یا اگه خوش ندارین میتونین قرار در آرام در خانه باشین، یا هر چیزی که خواسته باشین میتونین انجام بدین. اگر از خواسته باشین از یک کشور برین در کشور دیگه زندگی کنین، میرین با آرامی یک آپارتمان یا خانه میخرین و میتونین زندگی کنین. یعنی برای ما کس فقط آزادی ما را میده. دیگه کی خوش نیست که آزاد باشه؟ اگه شما خوش دارین برای همیشه غلام باشین، انتخاب به دست خودتان است.